میگم ما یه دیزاین ویکمون نشه بریم یه ولاگ دیزاین ویک بگیریم. سلام و درود به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. این سری میخوام برم هفته دیزاین میلان رو نشونتون بدم. یکی از دیزاین ویک های مطرح دنیاست تا اونجا که میدونم و تو سطح شهر پخشه، یعنی اونقدر زیاده. البته مثل ایران یه جای ثابت هم دارم، مثل نمایشگاه بین المللی تو تهران که من ثابته، ولی اونجا بیشتر حالت صنعتی طور داره و مبلمان و اینجور چیزا هست. اونجایی که من میدونم، البته من خودم نرفتم ولی به من پیشنهاد دادن که اونجا اونقدر جذابیت نداره. ولی تو سطح شهر هم هر جایی، هر محله‌ای میبینی که مثلا فروشگاه ها، مغازه ها، برند ها، حتی استارتاپ ها محصولات خودشون رو معرفی میکنن. فرقی هم نداره از مبلمان داخل خونه گرفته تا حتی لوازم آرایشی. من داشتم میومدم همینطوری تو مسیر یه دوتا خانم جوانی اومدن صحبت کردن در مورد اینکه یه استارتاپ جدید هستن در مورد برای لوازم آرایشی و بهداشتی و گفتن که مثلا بیاین اینجا مثلا ببینین محصولات ما رو تخفیف زدیم و این حرفا و جالب بود. خلاص تا جایی که بتونم این یه هفته‌ای که نمایشگاه هست از قسمت جذابش براتون ویدیو میگیرم که شما از حال و هوای اینجا با خبر شید. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. اینجا قسمتی از دانشگاهی که من توش کارشناسی ارشدم رو گرفتم و برای هفته دیزاین میلان هم اینا تقریبا هر ساله برنامه‌ای دارن. امسال هم برنامه‌شون اینطوریه و این قسمت حالا این یه حیات مجاور حیات هستی رو بهتون نشون دادم تو ویدیو قبلی. این هم یه دیزاین دیگه‌ایه که حالا تو دانشگاه ما برقراره. واقعیتش من این دانشکده اصلیه، یعنی کمپاس اصلی دانشگاه اینجاست، ولی خب من اینجا خودم درس نخوندم. من یه دانشکده دیگه بودم که توی قسمت دیگه از شهره، ولی اکثر ایونت ها تو همین قسمت از دانشگاه برگزار میشه. اینجا پالاس آودیه. حالا پالاس نمیدونم میشه مثلا قصر، کاخ، ولی کلا این مکان رو برای آودیه و حالا امسال هم مثل سالهای قبل درهای این قصرش رو به قولی وا کرده که برای عموم بیان رو چک کنم ببینن که چه خبره و چیا هست. من ماشینایی که اینجا گذاشتن نشونتون میدم و این دیوار شیشه‌ای خیلی جالب. دیزاین حیاتشون هم عوض شده. سال قبل دیزاینش فرق داشت، امسال باز به دیزاین دیگه زدن. این ور رو هم ببینیم، این پشت رو
من یادم رفت خدمت عرض کنم که الان روز دومیه که من اومدم برای دیزاین ویک ببینم چه خبره. بعضیشون باحال خفنن. خب مثلا این آودیه که ما رفتیم خیلی باحال بود، مخصوصا اون قسمت دیزاین آینه‌ای که داشت، من واقعا حال کردم باهاش. ولی مثلا این کلیسایی که الان دیدیم به نظر چیز خاصی نبود، یعنی تو عکس و ویدیو و اینستاگرام و اینا خیلی خفن به نظر میرسه، ولی وقتی میریم میبینیم که چیز خاصی هم نیست. خلاصه اگه دیدین یه جایی تیکه تیکه هست بدونین که هم چیز خاصی هم نبوده. من فقط رفتم یه ویدیو خیلی کوتاهی ازش گرفتم. اینو به عنوان تست دادن، پاستا با گوجه خوش شده ورقه‌ای. امتحان کنم ببینم چطوریه و حالا از ادامه اینجا ویدیو بگیرم برات. نمیدونم اینو همینطوری دادم، باید با دست بخورم. چجوریه من حالا؟ طعم گوجه میگم. گوجه پاستایی. So what is this? It's a melted sugar. So it's gonna be chocolate after this? No. When it turns darker, so brown, you add butter and cream for the 30% of the weight of the sugar and salt. You put the mixture in a cold mold and left to crystallize. In the end, you cut it with a special utensil with wires. And here is the toffee. Oh, toffee. Thank you. Toffee for you? بذاریم تعریف کنم براتون که امروز چی شد. اینور رفتیم دیدیم که اونم بغیر از اون ماشینش که خیلی خفن بود و جذاب بود و خیلی هم شلوغ. اینو بگم که کلا الان میلان خیلی شلوغه، یعنی اصلا جمعیت داره میتره که رستورانا پرن، همه جا صفه. قضیه هم از این قراره که این دیزاین ویک، حالا من مطمئن نیستم ولی میگن که بزرگترین هفته دیزاین دنیاست و علاوه بر اون محل که نمایشگاه برگزار میشه مثل خود تهران که نمایشگاه بین‌المللی داریم، اونقدر تعداد دیزاین‌ها و دیزاینرها و کمپانی زیاده که دیگه حتی اونجا جا نمیشن و میان داخل شهر توی میلان و خودشون غرفه‌های خودشونو دارن، نمایشگاه خودشونو دارن. به خاطر همین اصلا به این نمایشگاه معروف شده که نمایشگاهی که خارج اون محل برگزاری نمایشگاهی معمولیه و اصلا به این معروف شده و الان دیگه تو هر خیابانی شما قدم بزنید یه جایی رو میبینین که یه کمپانی، یه استارتاپ، حالا شرکت‌های مختلفه که نمایشگاه خودشون دارن. شما میتونین بریم ببینین. اینجا الان تقریبا وسط شهر دومو، اون پشتم مونته ناپلئون است که یکی از گرونترین خیابونای کل دنیاست. فکر کنم جزو 10 تا گروناست که ماشینا رو دیدین، فراری و اینا همشون اونجا بودن. و حالا ما چند تا این گوچی و اینا هم بودن که زیاد جذاب نبودن. من تو ویدیوهای اینستاگرام دیده بودم که خیلی جذاب تره، یا حالا من پیدا نکردم جاشو یا حالا اونقدرم جذاب نبود.
خلاص الان اومدم نهار بخورم، ولی برای کسی که دیزاین شرکت میکنه مکدونالد واقعا مناسب نیست. من به عنوان یک دیزاینر مطرح نباید مکدونالد بخورم. حالا نهارم مکدونالد هم بخورم، برم بقیه‌شو ویدیو بگیرم براتون ببینم. برنده من حتی برندش هم نمیشناسم، ولی قیمت شما نگاه کنید. این کیف رو که اینجا گذاشتن قیمتش 2400 یورو. البته خب برندهای گرونتری هم احتمالا باید باشه، ولی این برند هم برند خیلی گرونی به نظر میاد. من اصلا تا حالا اسمش هم نشیده بودم. ببینید مثلا این رو این 1800 این هم کیف است. میترسم بهش دست بزنم که یه هزینه اضافی بابتش بگیرن ازم، ولی چند تا چیز اینجا رو زمینه و اینم هست و شما نمیتونید تصور کنید قیمتش چنده. 12000 یورو فقط همین. و این هم اینجا که میبینید این هم 10000 یوروه. بذار این نور بیفته. این هم 10000 تا، یعنی ممکنه حتی آدم پاشم بذاره روی این دوتا هم اینجا رو زمینه که نمیدونم حالا قیمت این چنده. اینا رو هم ببینید، این 700 یوروه ظرفه، این هم همینطور 700 یورو. این تقریبا قیمت اینا اینطوریه. خب این هم شمعه، نمیدونم شما 200 یورو حاضر بابت شمع بدید؟ اینجا 200 یورو زده. یک سری از این دیزاین ها رو واقعا یه جوریه که من نمیفهمم. مثلا این چیه؟ این لوستره یه دیزاین خاصیه که واقعا من نمیفهمم یعنی چی. حالا الان قیمتش هم ببینید شاید چیز نمیدونم بالای 15000 20000 یورویی باشه. این آقایی هم که اینجا میبینید داره بکنم عبادت تعظیم کرده به این قیمت ها. فکر کنم این لوسره. خب ما اومدیم یه برندی بود اینجا به اسم لوبه، فکر کنم اگه درست گفته باشم، و وسط این خیابون به اون شلوغی یه جایی که خیلی متراکمه شروع بره رو منطقه خیلی متراکم، البته مرفه نشینیه، ولی مثلا وقتی وارد این کاخه میشه اصلا انتظار نداره که پشت سرت همچین باقی باشه. شما الان پشت سر منو ببینید، البته سر نور بده، ولی پشت سر منو نگاه کنید یه باقی، یعنی وسط اون تراکم و ساختمونا و اینا پشت همه این خیابونا یه نه باغ این شکلی هست که خب جالبه دیگه. فکر کنم اکثرا بتونم برای برندها و کمپانی‌های بزرگ شدم اجاره کردم، ولی خب به هر حال جالب بود گفتم بهتون بگم. که از این ویدیو لذت برده باشید. واقعیتش هفته دیزاین میلان خیلی گسترده است، خیلی بزرگه، تو سطح شهر پراکنده است و منطقه‌های مختلفی این نمایشگاه برگزار میشه و واقعیتش اگه کسی بخواد کل نمایشگاه بگرده همه این کمپانی‌ها رو چک کنه، فکر کنم یه هفته رو کامل باید بیرون باشه. در نتیجه من واقعا فرصتی رو نداشتم که کل نمایشگاه رو پوشش بدم. وقت ویدیو هم بیش از این حوصله سربر میشد. فقط خواستم اون انرژی، اون وایب و اون حس و حال این نمایش بهتون نشون بدم و ببینید که خلاصه چه خبره تو این هفته دیزاین میلان. امیدوارم که واقعا لذت برده باشید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید و تا ویدیوهای دیگه خداحافظ.